سلام به کانال ایزیمانی فارسی، خوش اومدین. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. تو این ویدیو هم میخوایم یه ایردراپ معتبر دیگه بهتون معرفی کنیم به اسم دات کوین. دات کوین خب ایردراپ جدیدی نیست، اما هنوز هم برای شروع کردنش دیر نشده و قطعاً دات کوین از ایردراپ هایی هست که اگر اون رو شروع نکنید حتی همین الان بعداً پشیمون خواهید شد. توصیه میکنم حتما تا دیر نشده ایردراپ دات کوین رو شروع کنید. ایردراپ دات کوین ایردراپی هست که حالا تا الان نزدیک بیش از 15 میلیون کاربر حدوداً جذب کرده به خودش. ایردراپ بسیار پرپتانسیلی هست و دات کوین، حالا دات به معنای نقطه هست و خودشون مدام میگن که everything started from a dot و کلا مموشون هم حالا مثل نات کوین که میگفتن probably nothing یعنی احتمالا هیچی، اینا میگن more than nothing یعنی بیش از هیچ چیزی هست قطعا. و خب تیم توسعه دهندش تیمی مشابه نات کوین هست. خیلی از افرادی که تو توسعه نات کوین شرکت داشتن توی توسعه دات کوین هم الان حضور دارن و ایردراپ بسیار خوبیه. صفحه اصلیش صفحه‌ای هست که مشاهده میکنید و 4 تا تب داره: پورتوفیلو، فرندز و ارن و بوست. و خب یه قسمت وسطش هم یه قسمت دایره‌ای هست که حالا مشابه الکترون ها و خدمت شما که عرض کنم اتم هست که حالا شما روش که کلیک میکنید، تب که میکنید، به امتیازاتون اضافه میشه. پشت سر هم مولتی تب هم که انجام میدید امتیازها بیشتر میشه تا وقتی که اون قسمت باتری پایینتون به 0 میرسه. اون مثبت 1 هم میبینید، مثبت 1 هست که به خاطر کامیونیتی به شما تعلق میگیره. خب الان باتری پایینش به 0 رسید و 39 دقیقه دیگه حدوداً پر میشه و دوباره شما میتونید تپ کنید. در روز شاید نهایتاً 2 بار تا 3 بار نیاز باشه که حالا هر کدوم هم کمتر از 5 دقیقه وقت میگیره که شما امتیاز اون روز رو جمع کنید. میتونید اسپید آپ رو بزنید. اسپید آپ که بزنید تبلیغ به شما نشون میده. خب که حالا مثلا من یکیشو زدم، خب وارد تبلیغش میشم، دوباره برمیگردم توی دات کوین. بله و الان دوباره میتونم به تپ کردن ادامه. دوباره اسپید آپ رو میزنم، وارد تبلیغش میشم و دوباره میتونم به تپ کردن ادامه بدم. دوباره اسپید آپ میزنم، خب شما میتونید خیلی امتیاز جمع کنید، مخصوصا حالا که تازه میخواید ربات رو شروع کنید. با همین اسپیدابش میتونید بسیار لول خودتون رو بالا ببرید. الان من همچنان اینو ادامه میدم. قسمت بعدش هم ارن کوینز هست که حالا ارن کوینز رو که بزنید دقیقاً همون تب پایین ارن هست که حالا اینوایت بونس داره و یه سری حالا بونس ها برای دعوت دوستان داره، یه سری حالا وب 3 اپس ها و اسپیشال آفر ها داره که حالا شما پیج تلگرامشون رو فالو کنید، همونجا 50,000 تا دات کوین به شما میده و دقیقاً روی ارن کوین که شما کلیک میکنید تب ارن هم این پایین دقیقاً همین هست و
خب تب اول هم تب پورتوفیلو هست که شما میتونید این قسمت پایین والتتون رو کانکت کنید و دات کوین هم مثل بسیاری دیگه از ایردراپ ها بر بستر تون هست. و حالا نکته که جالبه که راجبش وجود داره این که اون بالا قسمت DTC ماینینگ رو میبینید که حالا برای من لول 2 هست که من حالا روش کلیک میکنم. اینو میتونید ارتقا بدید. حالا من 2 ساعت دیگه، روزی یک بار بیشتر نمیشه ارتقا بدید، 2 ساعت دیگه من میتونم دات کوین ماینینگمو لول 3 ارتقا بدم. دات کوین ماینینگ میاد در روز یه تعدادی از این دات کوین هایی که شما ماین کردین که حالا مال من مثلا نزدیک 15 میلیون هست و به ارز DTC تبدیل میکنه که اینجا توی پورتوفیلو شما میتونید الان میبینید من 2 تا DTC دارم. به زودی یعنی طی چند هفته آینده این قسمت کلیم باز میشه و شما میتونید کلیم بزنید DTC تون رو به والتتون که اینجا کانکت کردین این قسمت پایین، حالا کپی ادرس رو دیسکانکت، میتونید بفرستینش به والتتون و اونجا تو صرافی حالا یا تو والت نگه دارید یا تو صرافی بفروشیدش. چند تا مسئله هست. حالا پورتوفیلو که عرض کردم خدمتون، قسمت فرندز هم که حالا میتونید دوستانتون رو دعوت کنید و قسمت ان هم که حالا مثل قسمت تسک رباتای دیگه هست و قسمت بوست هم که حالا من مولتی تپش و دیلی اتمپتش رو تا لول 6 ارتقا دادم. الان من مثلا 64,000 تا که پرداخت کنم الان مثلا اگه در روز 15 تا دیلی اتمپت داشته باشم الان 64,000 تا رو که بدم میتونم 16 تا یک اضافه شم. مولتی تپ هم همینطوره. الان مقداری که شما با هر تپی که روی صفحه انجام میدید دات کوین استخراج میکنید با 64,000 تا به ازای هر تپ یکی هم اضافه میشه. و خدمت شما که عرض کنم چند تا مورد بود راجبش که این باعث میشه این ارز قطعاً اعتبار خیلی خوبی بگیره. اول از همه این هست که این ایردراپ حالا برخلاف نات کوین ارزا رو مستقیم نمیذاره شما بفرستید تو والتتون. یک حالا قسمت کانورتوری براش آورده که شما میتونید همین DTC ماینینگ به صورت حالا روزانه مقدار به مقدار حالا با لول بندی های مختلف این موجودیتون رو به DTC تبدیل کنید. خب مثلا الان اگه 15 میلیون دات کوین رو شما میبردید تو صرافی خب تعداد خیلی زیادی بود و اعتبارش خب خیلی پایین میومد، ارزش دات کوین پایین میومد. ولی خب حالا اومده این رو یک محدودیت تبدیل روزانه گذاشته که الان میبینید برای من 4 تا DTC در روزه که این 15 میلیون رو مثلا من در روز 4 تاشو میتونم تبدیل کنم که حالا مثلا روز اول 2 تا DTCش تبدیل شده. این باعث میشه که خب مقدار کل DTC ها خیلی کمتر بشه و قطعاً ارزشی که پیدا میکنه خیلی بیشتر از نات کوینه، یعنی روی چند دلار احتمالاً ارزش پیدا کنه. و خدمت شما که عرض کنم این مورد باعث میشه که دات کوین اعتبار خیلی خوبی داشته باشه و ارزشش خیلی بالا بره. توصیه میکنم حتما این ایردراپ رو شروع کنید و به هیچ عنوان از دستش ندید. این قسمت بالا سمت راست هم کامیونیتی داره که شما توی کامیونیتی های مختلفی میتونید جوین بشید و تو هر کامیونیتی هم که جوین بشه، حالا ما توی دبلیو کوین کامیونیتی هستیم، از طرف کامیونیتی هم یه مقدار به شما بونس میده. مثلا الان روزانه دبلیو کامیونیتی مثبت 1 به من میده که حالا من میتونم اون مثبت 1 رو تپ کنم. حتما این ایردراپ رو شروع کنید. ایردراپ بسیار خوب و پرپتانسیل، به هیچ عنوان از دستش ندید. لینک شروعش رو من براتون توی کپشن گذاشتم. از کانال تلگرامی ایزیمانی فارسی هم میتونید از تازه ترین ایردراپ ها مطلع بشید. حتما توصیه میکنم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. در آینده حالا ویدیوهای بیشتری براتون میگیریم و نحوه نقد کردن اینها، اطلاعات تکمیلی در خصوص ایردراپ ها و ایردراپ های جدید و پرسود رو بهتون معرفی میکنیم.
اگرم که از این ویدیو خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.